چرا بعضی افراد در هر جمعی تأثیرگذارتر به نظر می رسند؟ چرا بعضی ها بدون داشتن قدرت رسمی، پول زیاد یا موقعیت خاص می توانند مسیر اتفاقات را به نفع خود تغییر دهند؟ بسیاری از مردم تصور می کنند قدرت فقط در ثروت، مقام یا زور خلاصه می شود. اما نیکولو ماکیاولی، فیلسوف و سیاستمدار مشهور ایتالیایی، دیدگاه متفاوتی داشت. او معتقد بود قدرت واقعی از درک طبیعت انسان و توانایی کنترل خود و شرایط به دست می آید. اگرچه نام ماکیاولی اغلب با فریب و سیاست گره خورده است، اما بسیاری از ایده‌های او در واقع درباره شناخت رفتار انسان‌ها و تصمیم‌گیری هوشمندانه هستند. در این ویدیو 4 اصل مهم از ذهن ماکیاولی را بررسی می‌کنیم. اصولی که می‌توانند طرز فکر شما را نسبت به قدرت، موفقیت و تأثیرگذاری تغییر دهند. اصل اول این است که احساسات خود را کنترل کن، وگرنه دیگران آنها را کنترل خواهند کرد. تصور کنید در یک جلسه کاری یا حتی یک بحث ساده، فردی حرفی میزند که شما را عصبانی می کند. واکنش طبیعی این است که فوراً پاسخ دهید و از خودتان دفاع کنید. اما مشکل اینجاست که در لحظه خشم، ذهن منطقی انسان ضعیف‌تر عمل می کند. ماکیاولی معتقد بود کسی که نتواند احساساتش را مدیریت کند، به راحتی قابل پیشبینی و کنترل است. تاریخ پر از فرماندهان و رهبرانی است که به خاطر یک تصمیم احساسی همه چیز را از دست دادند. در مقابل، کسانی که در شرایط بحرانی آرام میمانند، معمولاً بهترین تصمیم‌ها را میگیرند. کنترل احساسات به معنای بی احساس بودن نیست، بلکه یعنی اجازه ندهید احساسات فرمانده ذهن شما شوند. هر بار که قبل از واکنش چند ثانیه مکث می‌کنید، در واقع بخشی از این قدرت را به دست می‌آورید. اصل دوم این است که بیشتر گوش بده و کمتر صحبت کن. اکثر مردم دوست دارند دیده شوند، شنیده شوند و درباره خودشان حرف بزنند. اما افراد باهوش می‌دانند که اطلاعات یکی از ارزشمندترین منابع قدرت است. وقتی زیاد صحبت می‌کنید، اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهید، اما وقتی بیشتر گوش می‌دهید، اطلاعات جمع‌آوری می‌کنید. گفته می شود یکی از دلایل موفقیت بسیاری از سیاستمداران و مذاکره کنندگان بزرگ این است که آنها قبل از هر تصمیمی به دقت رفتار، خواسته ها و نقاط ضعف افراد را بررسی می کنند. تصور کنید وارد اتاقی می شوید که همه در حال صحبت هستند. فردی که فقط ساکت نشسته و با دقت همه چیز را زیر نظر دارد، معمولاً اطلاعات بیشتری نسبت به بقیه جمع‌آوری می کند. قدرت واقعی همیشه در بلندترین صدا نیست، گاهی در آرامترین فرد اتاق پنهان شده است. اصل سوم این است که تصویر ذهنی شما در نگاه دیگران اهمیت زیادی دارد. شاید این موضوع کمی ناعادلانه به نظر برسد، اما انسانها اغلب بر اساس برداشت‌ها تصمیم می‌گیرند، نه واقعیت کامل. در یک آزمایش روانشناسی مشخص شد افرادی که با اعتماد به نفس بیشتر صحبت می کنند، حتی زمانی که اطلاعات کمتری دارند، قابل اعتمادتر به نظر می رسند. ماکیاولی معتقد بود مردم بیشتر آنچه را می بینند قضاوت می کنند تا آنچه را که حقیقتاً وجود دارد. این به معنای دروغ گفتن یا تظاهر نیست، بلکه به این معناست که نحوه ارائه خودتان اهمیت دارد. اگر می‌خواهید دیگران به توانایی شما اعتماد کنند، باید یاد بگیرید چگونه با اعتماد به نفس صحبت کنید، چگونه ظاهر آراسته‌ای داشته باشید و چگونه تصویری حرفه‌ای از خودتان بسازید. بسیاری از فرصت‌های بزرگ زندگی قبل از آن که مهارت شما سنجیده شود، بر اساس همین برداشت اولیه ایجاد یا از بین می‌روند. و اما اصل چهارم، چند قدم جلوتر فکر کن. تفاوت افراد معمولی و افراد تأثیرگذار اغلب در میزان آینده نگری آنهاست. اکثر مردم فقط به نتیجه امروز فکر می کنند، اما افراد قدرتمند به زنجیره ای از اتفاقات که در آینده رخ خواهد داد توجه می کنند. تصور کنید در یک بازی شطرنج، بازیکنی فقط به حرکت بعدی فکر می کند و بازیکن دیگر 5 حرکت آینده را در ذهنش تحلیل می کند. نتیجه تقریباً مشخص است. زندگی نیز تا حد زیادی شبیه همین بازی است. هر تصمیمی که امروز میگیریم پیامدهایی دارد که ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سالها بعد ظاهر شوند. ماکیاولی بارها تأکید می‌کرد که موفق‌ترین افراد کسانی هستند که قبل از اقدام نتایج احتمالی را بررسی می‌کنند.
این توانایی باعث می شود کمتر غافلگیر شوید و فرصتهای بیشتری را ببینید. اما شاید مهمترین نکته درباره ذهن ماکیاولی این باشد که قدرت واقعی از تسلط بر دیگران شروع نمی شود، از تسلط بر خود آغاز می شود. بسیاری از مردم می‌خواهند دیگران را تغییر دهند، در حالی که هنوز نمی‌توانند احساسات، رفتارها و تصمیمات خود را مدیریت کنند. فردی که بتواند خشم خود را کنترل کند، با دقت گوش دهد، تصویری قوی از خود بسازد و چند قدم جلوتر فکر کند، حتی بدون مقام و ثروت نیز از بسیاری از افراد قدرتمندتر خواهد بود. شاید به همین دلیل است که برخی افراد در هر شرایطی راهی برای پیشرفت پیدا می کنند و برخی دیگر همیشه احساس می کنند قربانی شرایط هستند. در پایان، اگر بخواهیم تمام این 4 اصل را در یک جمله خلاصه کنیم، می توان گفت که ذهن ماکیاولی یعنی درک انسانها، کنترل خود و تصمیم گیری هوشمندانه قبل از واکنش نشان دادن. قدرت فقط در عضلات، پول یا جایگاه اجتماعی نیست. قدرت واقعی در توانایی دیدن چیزی است که دیگران نمی‌بینند و حفظ آرامش در زمانی که دیگران کنترل خود را از دست می‌دهند. سوال اینجاست: اگر از امروز فقط یکی از این 4 اصل را تمرین کنید، زندگی شما در 1 سال آینده چه تفاوتی خواهد داشت؟